با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی. دوستان عزیز، میخوام در این برنامه درباره یکی از ساختمان های عصر که در شهر تولوز رفته شده است به شما معلومات بدهم. این هم باشد خط متروی لینه 3 این شهر. به خاطر چی میخوام درباره این برای شما معلومات بدهم؟ به خاطر که برای تاجران ما هم یه چیز خیلی ضرور و حتمی هم است، چون تاجران خودتان میدونین 97% یا که 97% کوهستانیه و این چیز میتونه که در تاجران چیزی خوب باشه، به خاطر که تمام مترو خط لینه 3 تقریبا بیشترش در بالای زمین ساخته میشه، نه در تگ زمین مثل متروی معمولی. این متروی گفتی که با هم متروی آخر زمان چی میگن آخرین مدلش هم سوریمنی گفتی که با کی متروی حاضر زمانه. ما خاطر دوستان عزیز با ما باشید، برنامه را پیگیری کنید، در برنامه ما تا آخر بیننده باشید برنامه ما رو و میریم انشالله از این ساختمان بهر شما دانه به دانه نقطه به نقطه این ساختمان ما نوار میکشیم و بهر شما پیشکش میکنیم. با ما بیماره دوستان عزیز. و کوچه میگذشتم، همه چیز رو دیدم، بسیار چیزی مفیده برای تاجیکستان، برای مترو ساختن در شهر دوشنبه. ببینید این همش پایه های و ستون های همو مترو هن که اینجا ساخته شده. نگاه کنید، میتونید که خیلی در تاجیکستان عزیز تشکیل کنید، برای که در تاجیکستان عزیز همه میدونید که کوهستانی های همه چی میگن که سنگ پشته و قیمت تمام میشه. این همه راه ارزانش اینویه میدونه که خیلی از این فن یا از این مثلا ساختمان استفاده برن. اینا ببینید این ساختمان رفته ایسه است، همه را میتونه که در تاجیکستان تشکیل کنن. اینا دوستان ببینید همه پایه های ستون های همو چه که باید در بالاش مترو ساخته شود. خیلی هم دیدنی و جالب هم هست، مترو که استفاده بریم. دوستان عزیز، این هم از دیگه طرفی ساختمانه که مترو رفته است در شهر تولوز، چون گفتیم مترو لینه 3. این هم نگاه کنید، در یک طرف دیگه هم همون خیلی دستگاه ها اینجا هم نصب شدگیان که کار پیش رفته است و پیشتر بریم جو او طرف تا تیار شده است همون ماستایی که باید مترو با بالاش بروه. و چون گفتیم اینجا خیلی چی میگن دستگاهی دمکرد موندگی این بیتونا رو خوش میکنه و ایلا میچینه میشه راهی مترو. این خیلی دوشنبه برای دیگه تمامی دوشنبه را
راههای متروش ساز میکنیم. باز میریم دیگه طرف که اون طرف وایشه ساز کردن راهی مترو را با ما بماند. دوستان این طرف ببینید مو ماستا دیگه پوکی ساز کردگیان خیلی باید تیار شوه. این طرفش تمامش دیگه کاری بیتون سخت کنیش و خط ریل سمیارم میچسبونن نگاه کنیش خیلی اینجا بود تقسیم شده و خاطر چیزی خوبه برای تاجیکستان همه در بیرون میشوه. نبینیم تاجیکستان جای لینه متروی 3 شهری تولوز. این دوستان بینید همو دموکراته که در بالا های و در بالای دموکرات و خیلی کرانه که همو بیتونا را هوچ میکنن پس میکنن ساز میکنن. بیتونا رو دوستان ببینید چه خیلیان پیوندن یعنی بیتونا رو ببینید میارن شو خیلی پیوندشو میکنن. ببینید اینا میچسبونن شو تمام ماست تیاره دیگه خور حالای دیگه مترو چند قبط سر میتین. با بریم با ما باشه دیگه طرف های ساختمان ها بینیم و دیگه طرف های شهر. دوستانی عزیز باریگه سلام علیکم. این هم یکی از متروهایی که باید استانسیون متروی که نو باید ساخته شود و به خاطر چی ویدیو را کردم؟ به خاطر که این ستون را میبینین این ستون ها در اونجا گفتی که پوکی نه راهش را ساز کردن. به خاطر این را ویدیو را کرده سام که در تاجیکستان عزیز نه زمین کندن یا کوهستانی که از بس که اختار میده که 93% تاجیکستان کوهی سنگی های کندنش خیلی مشکله. با خاطر هم هزینه زیاد کار داره. با خاطر کردم که ببینید کسانی که در ساحه مترو سازی مثلا میخوان کار کنن نگاه کنن اینه خیلی گفتی گپو دستگاه ها هست که میتونن که مترو را بسازن. این را به خاطر گرفته هستم این ویدیو را که شخصان و مسئولین که در ساحه مترو سازی شهری دوشنبه تصمیم گرفتن یا که باید کردن میتونن این لایحه استفاده برن. این لایحه ساز کنن در دوشنبه و همه ما شما معلومه که خیلی هم با کندن زمین خراجات زیاد داره به نهایت. اینا ببینین یا همون دستگاهی که با اونو بیتونا رو هوچ میکنه در بالای میمونه. این ستونا این ستونای بیتونی و اونجا هم استانسیون متروی نو این هم در یکی از گوشه های شهر تولوز. این لینه مترو 3 های آبی داره 3 اساس کردن و به زیاده 28 تا استانسیون نو میکنن. اون خاطر اینا گفتم که مثلا همین ویدیو هم در کار شود تماشا کنن ببینن مسئولینشون بفرستن مثلا با فرانسه درس بگیرن و برای در تاجیکستان بسازن. یکی از لایه های بهترینه که فعلا در شهر دوشنبه همچون باد هوا ضروری که باید در شهر عزیزمون مترو ساخته شود. و چون چه گفتیم یه بارگاه بینین یا همون دستگاه یا همون چیزی که بیتونا رو میگیره نصب بکنه در بالای ستون های بیتونی. خب میریم دیگه طرف. دوستانی عزیز چون چه گفتیم امروز نواری ما نوار به خاطر ساختمانه به خاطر ساختمان ساز کردن مترو در شهر دوشنبه یا که ما در هر شهری که باشه یعنی طرز کاری راحت تری مترو را به هر شما ما نشان میتیم در برنامه. ببینید دوستان این اون ماستایی که ستونایی که بیتونیان و ساختن و این طرف هم دریا های در کدام کانال چی میگن آذرای ببینید آذر دوای تاگه ساخت کردن